دیدی داری همینجوری تو خیابون رد میشی، بعد ویترین مغازه‌ها به چشمت میخورن و ناخودآگاه به سمت اونا کشیده میشی، میری که فقط یه نگاهی بهشون بندازی، ولی بعد تا به خودت میای میبینی که دستات پر از کیسه‌های خرید شده که هیچ احتیاجی هم بهشون نداری. بعد این چرخه همینجوری تکرار میشه که بعد از مدت کوتاهی با تغییر ویترین مغازه‌ها دوباره مشتاق به خرید میشی و دوباره چیزای جدیدتری رو میبینی. ولی غافل از این که پشت اینا هزاران جنایت و اتفاقات وحشتناکی در حال وقوع هستش و در حال رخ دادن هستش. این همون بازی خرده فروشان و فروشگاه هایی که برای مصرفگرایانی مثل من و شما هستش در حال انجام هستش که به اون صنعت فست فشن میگن. با من همراه باشین تا آخر این ویدیو که پرده از کلی از اتفاقات وحشتناکی که پشت این صنعت کثیف در حال رخ دادن هستش رو بهتون بگم. سلام دوستان، من ویدا هستم و چنل من خوش اومدین. اگه شما هم از اون دسته از افراد علاقه‌مند به صنعت مد و فشن و پیگیر این دنیای مد هستین، حتما کانال منو سابسکرایب بکنید، چون که ما اینجا هر هفته یه ویدیو جدید داریم. خب یه موضوعی من اول از همه بگم. وقتی که من میخواستم این چنل یوتیوبم رو راه بندازم، دو تا از موضوعایی که خیلی دوست داشتم راجبشون ویدیو درست بکنم، یکیش که مربوط به همین فشن و مد و استایل و اینا بودش. موضوع دیگه ای که من به شدت به شخصه بهش علاقه‌مند هستم موضوعای جنایی هستش یا پادکست‌های جنایی هستش، کریمینال پادکست‌ها هستش که به شدت خودم پیگیرشون هستم. ولی از اونجایی که ما خیلی یوتیوبرهای بهتر و قدیمی‌تر داریم که دارن این موضوعا رو کاور میکنن، به شخصه گفتم که بذار برم سراغ اون بخشی که توی یوتیوب فارسی به اون صورت کسی راجبش ویدئویی درست نکرده و صنعت فشن و مد انتخاب کردم. ولی ویدئوی امروزمون یه چیز جالبی که واسه من هستش و بیش از اندازه بهش علاقه‌مندم که راجبش صحبت بکنم، این دوتا موضوع رو جفتش هم کاور میکنه. یعنی هم راجب یه موضوع جنایی هستش که توی این صنعت رخ داده و هم راجب فشن و استایل هستش. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. دوباره میگم یادتون نره سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارشو بزنید، لایک و کامنت هم که یادتون نره. بیشتر از این دیگه طولانیش نکنیم و بریم که ویدیو امروزمون رو شروع بکنیم. شاید خیلی‌ها به گوشتون این واژه فست فشن خورده باشه و یا شاید هم نخورده باشه. یه توضیح بگم که اصلا فست فشن یعنی چی. قدیما خرید لباس یه فرایند خیلی طولانی و پرهزینه بودش. اگه شما از طبقه‌های بالای جامعه نبودید و یه مصرف کننده معمولی از طبقه معمولی بودین، باید از مدت‌ها قبل پول پس انداز می‌کردین و توی هزینه‌هاتون صرفه‌جویی می‌کردین تا اینکه بتونید در سال یه دست یا دو دست لباس برید خیاطی و بدین اونو براتون بدوزن و استفاده بکنید و اینجوری نباشه که بخواید هر روز برید خرید و هر روز یه دست لباس انتخاب بکنید و بخرید. ولی خوشبختانه امروز دیگه از این خبران نیستش، چون این روند توی اواخر دهه 1990 به طور کامل تغییر کردش و خرید به نوعی سرگرمی و هزینه اختیاری تبدیل شدش. ورود فست فشن به صنعت پوشاک باعث شدش که تولید انبوه با هزینه کمتری صورت بگیره. به این صورت که بیشتر تولیدات توی کشورهای مثل آسیای شرقی، چین، بنگلادش، ویتنام و اینجور جاها یا حتی آمریکای لاتین در حال تولید هستش با هزینه دستمزدهای خیلی خیلی پایین، هزینه اجاره های خیلی خیلی پایین واسه حالا اون خیاط خونه ها، اون مراکز تولیدی که هستش توی این کشورها. دستمزدها پایین، اجاره ها پایین، هزینه ها پایین و به همین علت هزینه لباس ها هم پایین تر هستش. و این روند به مصرف کننده ها این امکان رو میده که تا هر زمان که بخوان میتونن لباس های مد روز رو با قیمت های مناسب و خیلی پایین تر خریداری بکنن.
کاری که این صنعت فست فشن انجام میده الگو برداری کردن از لباس‌های کت‌واک‌های مد روز و یا سلبریتی‌ها هستش که اونا رو با سرعت سرسام‌آوری تولید میکنن و به فروش انبوه توی فروشگاه‌هاشون میرسونن. این روند به مصرف کننده ها این امکان رو میده که هر زمان که بخوان بتونن لباس‌های مد روز رو با قیمت خیلی مناسب خریداری کنن و بخوان مصرف بکنن و بپوشن. خب خیلی از ماها شاید این امکان رو نداشته باشیم که یه آیتمی وقتی مد میشه بریم اونو از برند اصلی خودش بخوایم بخریم و مصرف بکنیم، خیلی گرون باشه یا نتونیم مثلا هیچ موقع بخوایم اونو بخریمش. واسه همین دقیقاً کاری که اینا میکنن الگو برداری از همونا هستش و تولیدش و مصرف ما. دقیقاً یه همچین چیزی پیش میره صنعت فست فشن. توی سال 1800 میلادی و بعد از انقلاب صنعتی تغییر و تحول عظیمی توی صنعت مد به وجود اومدش. ماشینالاتی مثل چرخ‌های خیاطی باعث شدن که لباس‌ها سریع‌تر و ارزان‌تر و با تنوع بیشتری حتی برای قشر متوسط جامعه بخوان تولید بشن. و روش سنتی تولید لباس کم کم از میون برداشته شدش و کسی دیگه به روش سنتی دستی دوخت انجام نمیدادش. اما همه چیز توی دهه 70 شروع به تغییر کردش. کارخانه‌های نساجی عظیمی توی چین و بنگلادش و خیلی از کشورها توی سراسر دنیا، آسیا و آمریکای شرقی راه اندازی شدن و با وعده کار و مواد ارزون قیمت اونها میتونستن به سرعت لباس‌های ارزون تولید بکنن. و بعد از اون توی سال 1950 میلادی بودش که خرده فروشی فروشگاه توی اروپا خیلی رواج پیدا کردش و برند عظیم H&M جز اولین فروشگاه‌های فست فشن هستش که این خرده فروشی هستش که توی اون زمان تأسیس شدش. H&M یه برند شرکت سوئدی بودش که توی سال 1947 تأسیس شد و کار خودش رو شروع کردش و در حال حاضر توی 74 کشور جهان با بیش از 5000 شعبه در حال فعالیت هستش. و چند سال بعد از اون یعنی تو سال 1975 یکی دیگه از غولای صنعت فست فشن به اسم برند زارا توی کشور اسپانیا به وجود اومدش. این برند معروف بودش به اینکه توی کمترین زمان جدیدترین مد روز رو تولید میکنه و به فروش میذاره. زمانی که زارا کار خودش رو توی نیویورک هم شروع کرد، شعبه زد و شروع به فعالیت کردش، مردم واسه اولین بار این اصطلاح فست فشن رو شنیدن و دقیقاً این کلمه فست فشن توسط فعالیت زارا توی نیویورک به واسطه نیویورک تایمز بودش که توی اون زمان ابداع شدش و به مردم راجبش گفته شدش که دقیقاً صنعت فست فشن از همونجا یه اسمی براش انتخاب شد به واسطه همون نیویورک تایمز و برند زارا که توی نیویورک داشتش فعالیت میکردش. اونم به خاطر این نیویورک تایمز این لقب رو دادش به این صنعت واسه اینکه زارا توی فقط تنها 15 روز میتونست یه لباس رو طراحی، دوخت و توی قفسهاش برای فروش بذارتشون، در حالی که توی مد نرمال، توی برندهای نرمال مثل برندهای لاکچری شما شاید ماه‌ها و سال‌ها روی طراحی یه لباسی کار بکنید و اونو بخواید حالا به دوخت برسونید. بعضی از دوخت‌ها 1 سال 2 سال حتی زمان میبره اون ریزه‌کاریای دوختشون و اونو بخواید به طور شخصی بخواید به فروش بذاریدش. خب بریم به 24 اپریل سال 2013 توی پایتخت بنگلادش یعنی شهر داکا. کشور بنگلادش یکی از بزرگترین کشورهای تولیدی لباس برای این برندهای فست فشن بودش. درست توی قلب این شهر یه ساختمونی بود به اسم ساختمون رانا پلازا. این ساختمون که 8 طبقه بودش و یکی از بزرگترین تولیدی‌های اونجا توی اون زمان به حساب می اومدش بود. ولی یه نکته راجع به این ساختمون بود. این ساختمون به شدت ناایمن و قدیمی و فرسوده بودش.
به طوری که کارگران میگفتن دقیقاً چند روز قبل از وجود اومدن این حادثه ترک‌های خیلی بزرگ و سنگینی روی دیوارای این ساختمون دیدن و یه سریشون انقدر از این ترک‌ها ترسیده بودن که اصلا اون روز حادثه به سر کار نرفته بودن، ولی رئیساشون، مدیراشون با تماس و تهدید و اخراج و اینا اونا رو به زور اون روز به سر کار کشونده بودن. و دقیقاً روز قبلش بازرسایی که اومده بودن برای حالا دیدن اون کارگاه ها و تولیدی ها و اینا بهشون، به این مدیرا اخطار داده بودن که این ساختمون به احتمال خیلی زیاد ممکنه که ریزش بکنه یا حادثه جدی به وجود بیاره، ولی اصلاً هیچ کس به این موضوع توجه نکرده بودش. تا این که نزدیکای ظهر وقتی که کارگرها برای رفتن به نهار داشتن آماده می شدن، ناگهان این ساختمون 8 طبقه به طور وحشتناکی ریزش میکنه و به طور کامل سقوط میکنه و نابود میشه توی یه چشم به هم زدن و باعث کشته شدن 1134 کارگر و زخمی شدن 2500 نفر میشه. خیلی از خانواده ها عزیزانشون رو از دست دادن و خیلی های دیگه به واسطه جراحاتی که بهشون وارد شده بودش واسه همیشه از کار افتاده و یا معلول شده بودن. به دنبال این فاجعه توی فضای مجازی و یا فضای حقیقی کمپین هایی برای حمایت از این کارگران به وجود اومدش توی کل دنیا و مهمترین این کمپین ها کمپین Who Made My Clothes یا چه کسی لباس من رو تولید کرده، چه کسی لباس من رو درست کرده به وجود اومدش. این کمپین که توی سال 2014 توسط اورسولا دیکاسترو و کری سامرز به عنوان بخشی از جنبش جهانی غیر انتفاعی و سازماندهی شده‌ای که اصطلاحاً به اون انقلاب صنعت مد میگن به وجود اومدش و اعلام میکردن که نمیخوایم لباس هامون محیط زیست رو آلوده بکنه، سیارمون رو نابود بکنه و یا از مردم سوء استفاده بکنه. این حرفی بودش که این کمپین میزدش. حالا چجوری تشخیص بدیم که یه برند اصلا فست فشن هست یا نیست؟ یه سری فاکتورهای کلیدی توشون وجود داره بین این برندهای فست فشن که اکثرا هم مشترک هستش. برندهای فست فشن دارای استایل های بسیار زیادی هستن. معمولا یه دونه استایل نیستش، تمام استایل ها رو معمولا تولید میکنن و دارن و اینکه همشون مطابق با آخرین ترندهای روز هستش. روند طراحی و تولید و عرضه اونها توی سطح فروشگاه‌ها معمولاً خیلی سریع هستش. یعنی برای مثال بخوام بگم وقتی که یه چیزی ترند میشه، یه لباسی توی کتواک یا توی رسانه‌ای دیده میشه، به فاصله خیلی خیلی کم شما میتونید دقیقاً مشابه اون لباس رو توی قفسه‌های این فروشگاه‌ها پیدا بکنید. و اینکه برای درک بهتر این مارکت، این بازار فست فشن بخوام بهتون بگم، توی سال 2019 35.8 میلیارد دلار این مارکت درآمد داشته و توی سال 2023 این رقم به 38.21 میلیارد دلار رسیده. از معروف ترین برند های فست فشن که توی دنیا وجود داره برند H&M که اصلا اولین برند فست فشن بودش و بزرگترین اونها همون برند زارا که راجبش صحبت کردیم هستش، برند برشگا، منگو، 21 فوراور، LC واکیکی و خیلی خیلی برندهای دیگه که در حال حاضر شما میتونید تمام دنیا، البته به غیر از ایران، اکثرشون رو ببینید. یه دسته‌بندی کلی اگه بخوایم بکنیم از معایب و مزایای این صنعت فست فشن، میشه گفت معایبش استفاده از مواد اولیه ارزون، پرورش ذهنیت بخر دور بنداز و تاثیرات منفی زیست محیطی که داره در اثر اینکه خب لباس خیلی دیر، مخصوصا اگه جنسش جنس پلاستیک باشه، خیلی دیر تجزیه میشه توی طبیعت و میتونه صدمات خیلی جدی به محیط زیست وارد بکنه و شیوه های سوء استفاده گرانه در قبال این کارگرایی هستش که این لباس ها رو میدوزن.
از مزایاش هم به نظر من میشه گفتش اون سوداوری که واسه تولید کننده ها و یا حتی خرده فروشاش توی این مارکت هستش میشه یکی نام بردش، و یا همین تحویل سریع و آماده شدن سریع این لباس ها هستش. یعنی شما هر موقع که اراده بکنید توی فروشگاه ها اونو تهیه بکنید، لازم نیست بخواید پرسه طولانی و واسه آماده شدن اون لباس طی بکنید. و همچنین قیمت مقرون به صرفه‌ای که میشه این لباس ها داشته باشن باز میشه یکی دیگه از مزایایی که دارن، و اینکه ایجاد یه دموکراسی توی پوشش و مد. به نظر من فست فشن شیک و مقرون به صرفه است. واقعا از هر دیدی بهش نگاه بکنیم واقعا شیک و مقرون به صرفه است. خرید لباس های متنوع با قیمت خب پایین میتونه احساس خیلی خوبی به آدم بده. میتونید حتی یه عکس با اونها بگیرید یا توی یه دوره همی شرکت کنید، توی یه مهمونی شرکت کنید، اونو بپوشین بعدم دور بندازین. با این حال باید بدونید که کارگرایی که زحمت میکشن و این لباس ها رو تهیه میکنن واقعا دستمزد خیلی خیلی ناچیزی در برابر اون شرایط سخت کاریشون دریافت میکنن. و همچنین این حجم از پارچه و لباسا که با هواپیما و کشتی جابجا میشن و یا حتی پروسه تجزیه شدن اونها آسیب خیلی خیلی جدی به محیط زیست میزنه. پس این دفعه قبل اینکه یه لباس ارزون قیمت رو بخواید خریداری کنید یه بار دیگه به این موضوعات فکر بکنید. به نظر من که یکی از مهمترین مشکلاتی که این فشن سریع یا فست فشن داره آسیب جدی هستش که به محیط زیست و مردمای دیگه وارد میشه هستش. و این دقیقاً اون موضوع مقابل مد پایدار هستش. به نظر من به این موضوع آدم اگه بیشتر فکر بکنه شاید به صرفه تر باشه اینکه برگرده به همون زمانی که در سال یه دست دو دست لباس بخره ولی از یه برند خوب و از یه کوالیتی و کیفیت خیلی بالاتری برخوردار باشه که بتونه اونو حالا به طور سالیانه بیشتری بتونه از اون استفاده بکنه. خب ویدیوی امروزم به اتمام رسیدش. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید. اگه دوست داشتین حتما لایک بکنید ویدیو رو و کامنت بذارید. خوشحال میشم که نظرهای خودتون رو به من بگین که شما چطور فکر میکنید. به نظر شما بهتره که آدم بره به سمت خرید در مارکت فست فشن یا نه توی مارکت پایدار بخواد خرید انجام بده. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. روزتون خوش.